اگه شما هم همچین اسطوره دیفرانسیل عقبی زیر پاتونه میخواین باش دریفت بزنین، الان دیگه وقتشه که یاد بگیرین. تا آخر این پست با من باشید، میخوام بهتون کامل یاد بدم که چطوری با ماشین دیفرانسیل عقبتون دریفت بزنید. برای دریفت زدن تو بریدگی ها اول اینکه نیم کلاژ میکنیم، دور موتور رو تا 4500 بالا میاریم، بعد کلاژ رو ول میکنیم و با فرمون بازی میکنیم که ماشین جهت بگیره. و به همین راحتی یه دریفت خیلی شیک و تمیز میزنید. و حالا دریفت دور میدون، یه نیم کلاژ میکنید، گاز رو تا ته فشار میدین، کلاژ رو به آرومی ول میکنید و به فرمون جهت میدین که به جای برخورد نکنید. حالا از این نحوه فرمون دادن رو نگاه کنید.